دیگه از بیرون نخر، خودت به راحت ترین روش یه سس کارامل خوشمزه درست کن. خامه رو میریزم داخل یه ظرف، میذارم رو بخار کتری تا گرم بشه. شکر رو میریزم داخل تابه، با شعله ملایم اجازه میدم تا شکر آروم آروم ذوب بشه. اصلا نباید بهش قاشق بزنید. شعله‌ام حتما ملایم باشه چون خیلی سریع میسوزه. همینطوری ادامه میدم تا 80% شکرم ذوب بشه. آروم آروم با لیسک با شعله خیلی خیلی ملایم هم میزنم تا تمام ذرات شکر حل بشه و سسم کاملا روون بشه. به این صورت یه دست رو روون شد، باید خامه رو بهش اضافه کنیم. خامه رو که اضافه میکنیم سسمون دوباره سفت میشه. انقدر باید به هم زدن ادامه بدیم تا دوباره روون بشه. همونطور که میبینید سس من دوباره روون شد. حالا وقت اضافه کردن کره است. کره که حل بشه دیگه سس کاراملمون آماده است. با این سس میتونیم انواع شیرینی‌ها، دسرها و شکلات‌ها رو درست کنیم که آموزشش داخل کانال هست. اینم از سس کارامل خوشمزمون.